به نام خداوند بخشنده و مهربان. پادشاه غلام داشت. غلامش همیشه خوشحال و خوشبخت بود. در مقابل پادشاه همیشه غمگین و ناآرام بود و این سؤال او را آرام نمیگذاشت که چرا چنین است. چرا من پادشاهم اما غمگین و ناآرام و ناراحت، در حالی که این مرد غلام من است و اما بسیار خوشبخت و خوشحال است. بالاخره پادشاه این سؤال را از وزیرش کرد که چرا چنین است. وزیر پادشاه که بسیار انسان خردمند و زیرک بود به پادشاه گفت که اگر بخواهی که بفهمی، پس امشب در خلطچه 99 دینار را بمان و در ورقه بنویس که این 100 دینار از آن توست. این خلطچه را نیم شب در پس درش بمان و درش را تق تق کرده از آنجا غیب بزن. نیمه شب پادشاه چنین کرد و هنگامی که غلام در را باز کرد دید که خلطچه در داخلش نوشته شده است که این 100 دینار از آن توست و هنگامی که دینارها را می شمرد دید که آنجا نه 100 دینار بلکه 99 دینار است. این سؤال که یک دینارش کجا شده باشد غلام را ناآرام ساخت و در پی جستجوی آن یک دینار نمیرسیدگی شد. گمان کرد که شاید در بیرون خانه در نزد در افتاده است، اما جستجویش به نتیجه انجام یافت. با این هم آرام نگشته تمام اهل خانواده‌اش را بیدار کرد و همگی شب را در جستجوی آن یک دینار نمیرسیدگی سپری کردند. هنگام صبح این غلام چون هر وقت به کار آمد، اما برعکس حالتهای پیش این مراتبه غمگین و ناراحت بود. این حالت را پادشاه دیده حیران شد که چرا چنین است و این سوال را از وزیرش پرسان شد که چرا غلامش که پیش دائما خوشحال و خوشبخت بود اکنون ناراحت و ناآرام است. در جواب وزیر به پادشاه گفت که ما انسانها اکثریتمان چنینیم. الله تعالی به ما نعمتهای زیاد داده است. از آن 100 نعمت 99 نعمتش را ما داریم. تنها یک نعمتش در ما نیست که الله به حکمت ازلیش آن را نصیب ما نکرده است، در حالی که ما باید به قدر این 99 نعمت برسیم و از این نعمتها خوشحالانه و خوشبختانه استفاده ببریم. همیشه و پیوسته در جستجوی آن یک نعمتی هستیم که الله حکیم آن را نصیب ما نگردانیده است. کار تا جایی می رسد که ما در غم آن یک نعمت نداشته امان 99 نعمت الله را فراموش کرده لذت این نعمتها را و لذت حیات و زندگی را از دست می دهیم. عبرت از این قصه این است که ما باید شکر آنچه را که داریم بکنیم و خوشبختانه این نعمتها را استفاده برده لذت زندگی را بچشیم، نه اینکه در جستجوی آن یک نعمت نداشته امان لذت و حیات زندگی را از دست بدهیم. الله تعالی در قرآن عظیم الشان می فرماید: استعیذ بالله لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.